نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند. بر خاک ما صرف حال مداخله مطلب بس نیست، تجاوز. شما از طریق تلویزیون می بینید که ما هر روز یک میجر پاکستانی، یک عربی، ابو فلانی در این سنگر، در او سنگر، در این سنگر، در او سنگر گرفتار میکنم. خدمت شما اعترافاتش میشنوید. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها که آمدن میگن برای اسلام جهاد میکنیم؟ و برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن. جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد. او قیام علیه اسرائیل اعلان نموده است. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است. او را کعبه ساخته است. این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن، از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزندت بکش، که اولادت بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر. این راکت از سکر 20 است و سکر 30 و سکر 40 است در خدمتت قرار داره. این توپ های نمیفهم بی بسلگت است و این ماشین دارای عجیب و غریب است.